برادر و خواهر گرامی، هوشیار باشید و هوشیار باشید که بعد از رمضان سستی نکنید و ناامید هم باشید. و زیرا بعضی از آدمان الله عز و جل رو تنها در ماه رمضان عبادت میکنند و بس. وقتی رمضان با پایین رسید عبادت رو ترک میکنند. این به درستی یک خطای بزرگ است. و اون کسانی که تنها الله را در رمضان عبادت میکنند چی بد بنده است؟ و چی بد بنده است آن کسی که الله را تنها در رمضان عبادت میکند و بس. اگر تو ای بنده الله سبحانه و تعالی را تنها در رمضان عبادت میکردی، پس بدان که رمضان گذشت، اما پروردگار قادر و توانا و عظیم و شأن باقی مانده است. و بدان که بنده توبه کننده همیشه الله را عبادت میکنند. رمضان به انجام رسید ولی دیل هنوز پر از ایمان است. پس بعد از رمضان نیز باید به ایمان افزایش داد، نه اینکه آن را کاسته کرد. از این رو ای برادر و خواهر گرامی، بعد از رمضان کوشش کن بر طاعت مداومت نمایی، زیرا از نشانه های قبول روزه تو ای بنده این است که بعد از آن نیز بر آن طاعت و عبادت استوار بمانی. روزه 6 روز شوال را که بر تو مستحب است آن را روزه بداری. اینم بیان بازگشت به سوی پروردگار با استواری است. بر نماز ویتر و قیام شبی که در طول رمضان استوار ماندی آن را دیگر ترک نکن، بلکه با پروردگارت راز نیاز کن. در رمضان که بر مسجد بر وقت می رفتی آن را دیگر کنده نکن. همه اینها از چیزهایی هستند که انسان را بعد از رمضان استوار نگاه می دارد تا که اعمال او نیکو بگردد. سپس بدون ای برادر و خواهر گرامی که بعضی مانعها بعد از رمضان نزد بعضی از مردم پیدا می شوند. شاید کسی به تو بگوید تمام شد، رمضان گذشت، عبادت هم تمام شد. بله، رمضان انجام یافت، رمضان گذشت، انجام یافت، ولی اشک توبه من هنوز هم خوش نشده است. رمضان گذشت ولی ذکر زبانم قد نگشته است. رمضان انجام یافت ولی قرآن از زندگی من دور نشده است. رمضان رفت ولی راه به سوی الله سبحانه و تعالی به اتمام نیافته است، بلکه آغاز ادامه است. رمضان گذشت ولی امید من به رحمت الله سبحانه و تعالی باقی است. رمضان تمام شد ولی ترس من از گناه زنده شد. رمضان به پایان رسید ولی آرزوی من برای رضای الله سبحانه و تعالی به پایان نیافت. من بنده رمضان نیستم، من بنده الله هم. آن پروردگاری که در رمضان عبادت کردم در غیر رمضان هم عبادت میکنم. پس این روز نیز که رمضان به اتمام یافت الله را عبادت میکنم چنان گونه‌ای که در رمضان عبادت کردم. امروز نیز دعا میکنم چنان که در شب‌های رمضان و شب‌های قدر با اخلاص دعا کردم. امروز نیز به سوی الله باز میگردم، زیرا در توبه هنوز هم باز است و محکم نشده است. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.